چه میشد اصلا تو بهش نداشتی؟ خلقو به حال خودشون میذاشتی. الان تو دنیا هرچی کار زشته برای رفتن به همون بهشته. دست یه عده آدم طمعکار، یه عده دیگه شدن گرفتار. بی خودی گیر میدن به موی مردم، جفت پا میرن تو آبروی مردم. آخه بهشتت هم که چیزی توش نیست، فقط 4 تا نهر توی پردیس. شیر و شرابش هم که توی جوبه، بازم همین که هست خیلی خوبه. چقدر میشه رفت لب چشم آب خورد؟ چقدر میشه فقط نشست شراب خورد؟ راستی شراب و حوری و میکده اونجا خوبه، پس چرا اینجا بده؟